سلام. خیلی از خانم‌ها و آقایون از اینکه رابطه‌شون با همسرشون یا شریک عاطفیشون خسته کننده و تکراری شده، ابراز ناراحتی میکنن و اعتراض دارن. با اینکه همدیگر رو خیلی دوست دارن، اما از این موضوع به شدت نگران هستن که مبادا رابطه‌شون با مشکل مواجه بشه. اگر شمایی که داری این ویدیو رو نگاه میکنی با همین مشکل مواجه هستی، تا انتهای این ویدیو با من همراه باش تا راهکاری رو که دنبالش هستی رو به دست بیاری. وقت همگی بخیر. خیلی خوش اومدید به کانال من. الناز خادم هستم، در خدمت شما. امروز می‌خوایم در رابطه با موضوعی صحبت کنیم که 2 نفر از عزیزان پیشنهاد دادن که راجع به این موضوع صحبت بکنیم. اینکه چطوری از اینکه رابطمون تکراری و خسته کننده بشه جلوگیری کنیم و اگر با این مشکل مواجه بودیم حالا باید چیکار بکنیم. ببینید، میخوام رابطه رو به یک گلدون تشبیه بکنم. شما زمانی که یک گیاه رو تهیه می‌کنید و میارید توی خونه خودتون، براش یک گلدون تهیه میکنید، براش خاک در نظر میگیرید و به اون گلدون رسیدگی میکنید. اینجوری نیستش که اون گلدون رو بذارین کنار، هر از گاهی بیاین بهش آب بدین، بگین خب خودش رشد میکنه و دیگه نیازی به رسیدگی نیست. اما اون گلدون نیاز به رسیدگی داره. یه موقع میبینی برگش زرد شده، خب شاید خاکش رو باید عوض کنی، شاید حشره گذاشته، شاید بهش بیش از حد داری آب میدی، باید گلدونش رو بزرگتر بکنی وقتی که ریشه رشد میکنه، یا گاهی اوقات نیازه که بهش رسیدگی بشه و هرس بشه اون گیاه. رابطه هم مثل همین گیاه میمونه. اینجوری نیستش که بگی خب بعضی میگن خب من وارد رابطه شدم یا من ازدواج کردم دیگه خوشبختی اومد و من خوشبختی رو تو دستم گرفتم. ببینید، خوشبختی اکتسابی نیست، خوشبختی ساختنیه. اونجوری نیست که خوشبختی رو به شما بدن، مثل یک مثلا یه حقوقی که در ماه به شما میدن. خوشبختی رو باید بری و بسازی. بعضیا میگن نه اینا همش حرفه، اینا عشق توی رابطه کافیه، اگر عشق باشه همه چی درست میشه. درسته، عشق توی رابطه کافیه، اما رابطه نیاز به مراقبت داره. شاید توی دوستی و ازدواج که مدتش بیشتره، شما در نظر بگیرید یک تایم خیلی زیادی رو قراره کنار شریک زندگی تا آخر عمرت زندگی بکنی، یا تو رابطه‌ای که هستی می‌خواید تو مدت خیلی زیادی رو کنار اون شخص باشی. پس اینجوری نیستش که خب من حالا اومدم توی یک رابطه همه چی تمام شده. نه، رابطه نیاز به رسیدگی داره. همونجوری که اگر گلدون رو رها بکنی پوسیده میشه و خراب میشه، گل خشک میشه، رابطه هم به همین شکله، نیاز داره که بهش رسیدگی بشه. درسته عشق مهمه، اما در کنار عشق طبیعیه که توی یک رابطه بلند مدت بعد از مدتی یک سری چیزا تکراری بشه. پس برای اینکه تکراری نشه، مثل غذا درست کردن نیازی که بهش چاشنی اضافه کنی، که بعضی موقع بهش ادویه میزنی، نمک میزنی، روغن میزنی. توی رابطه هم نیازه که عشق بیشتر بهش بدی، نیازه که بهش هیجان اضافه کنی، نیازه که بهش شور و اشتیاق بدی. پس برای اینکه رابطمون رو نذاریم تکراری بشه، باید یک سری نکات رو رعایت بکنیم. بریم ببینیم که راهکارهای جلوگیری از تکراری شدن و خسته کننده شدن رابطه چی هستش. خب، راهکارهای جلوگیری از تکراری شدن رابطه چیه؟ چند مورد رو براتون نوشتم که با هم دیگه مرورشون میکنیم. مورد اول اینه که هدف داشته باش. ببینید، فرق نمیکنه خانم هستید یا آقا، یک تایمی رو برای خودتون صرف کنید. زمانی که هدف داشته باشید، وقتی از خواب بلند میشید، زندگی براتون با انگیزه میشه، لذت بخش میشه. از اون لحظه به لحظه‌ای که برای خودتون زمان میذارید و به خودتون رسیدگی میکنید، اهدافتون رو در نظر دارید، حس و حالتون بهتر میشه و برای زندگیتون انگیزه دارید. از طرفی شریک مقابلتون وقتی که میبینه شما برای خودتون هدف دارید و صرفاً تمام تمرکز و توجهتون روی رابطه نیست و دارین برای خودتون زمان میذارید، برای اون هم جذابتر به نظر میایید. مورد دوم چیه؟ ببینید، به ظاهر خودتون اهمیت بدید. بعضی از خانم‌ها یا آقایون بعد از اینکه وارد رابطه میشن و یا ازدواج میکنن، به خودشون میگن خب اون که دیگه غریبه نیستش که حالا با همین لباس راحتی جلوش باشم، اون که دیگه غریبه نیستش که با موهای ژولیده حالا نیاز نیست موهامو حتما سشوار کنم، اتو بکنم یا یک آرایشی بخوام بکنم، دیگه غریبه نیست، ما دیگه با هم صمیمی شدیم. بعضیا فکر میکنن که نرسیدن به خود نشون از صمیمیت زیاده، اما این روش کاملا اشتباهه. دقت بکنید که توی رابطه باید همیشه آراسته باشید. زمانی که به ظاهر خودتون رسیدگی نمی‌کنین،
کم کم باعث میشه که این توی روابط زناشوییتون و روابط جنسیتون تاثیرگذار باشه و شخص کم کم نسبت به شما بی‌رمق و بی‌میل میشه. ببینید بعضیا همیشه یک لباس رو توی خونه میپوشن، فرق نمیکنه خانم یا آقا. طرف مثلا میبینید مرد توی خونه همیشه یک تیشرت و یک شلوارک پاشه، هیچ موقع به ظاهرش توی خونه رسیدگی نمیکنه. اما زمانی که میخوان برن بیرون یا توی یک مهمونی، میبینید ساعت‌ها برای حاضر شدنشون توی اون مهمونی وقت میذارن. پس سعی کنید که حتما به ظاهرتون اهمیت بدین. سعی کنین مدل موهاتون رو عوض کنین. بعضی میگن خب من هزینه ندارم بخوام برم آرایشگاه موهامو رنگ بکنم یا کار دیگه بکنم، انقدر هزینه‌ها زیاد شده، انقدر گرون شده. این همه راهکار توی اینستاگرام، مدل‌های مویی که خیلی راحت میتونید خودتون انجام بدید. آرایش‌ها که خیلی ساده هستن، میتونید اون کارا رو انجام بدین. طریقه لباس پوشیدن و تیپ زدنایی هستن که توی اینستاگرام خیلی راحت و کاربردیه که با یک لباس یه سری تغییرات روش ایجاد می‌کنی، کلی چیز برای شما ایجاد میکنه. پس ببینید بهانه نیارید. اگر شما بخواید کاری رو انجام بدید، از هر طریقی میتونید اون رو به دستش بیارید. مورد بعدی چیه؟ همسرتون رو غافلگیر بکنید یا شریک عاطفیتون رو غافلگیر بکنید. مثلا بدون اینکه با هم دیگه صحبت کنید یا برنامه‌ریزی کنید، یک روزی رو مشخص کنید واسه خودتون. مثلا زنگ بزنید بگید فلان رستوران رو رزرو کردم یه فلان جا. یا مثلا اگر نمیخواین هزینه زیاد بکنین، حتی یک کافی شاپ یهو زنگ بزنید دعوتش کنید که من سر کوچه مثلا توی کافی شاپ فلانم، بیا اینجا با هم دیگه حتی یک چایی بخوریم. همینها تازگی و عشق و شور اشتیاق توی رابطتون ایجاد میکنه. یا اگر نمیخواین هزینه‌ای بکنین، مثلا یه چیزی رو توی خونه آماده بکنید و اون رو همراه خودتون ببرین و مثلا برین پارک سر کوچه، بگید من توی پارکم یه چیزی تهیه کردم، بیا با هم دیگه اینجا اون چیزی که تهیه کرده با هم دیگه میل بکنید. یا حتی یک کادوی خیلی کوچیک، یه شاخه گل، یه گل سر، یک زیرپوش، یک هر چیزی که فکر میکنین باعث میشه که طرف مقابلتون خوشحال بشه. حتی با درست کردن یک غذایی که مورد علاقه طرف مقابلتون هست، سعی کنید سورپرایزش کنید. اینها عشق رو در بین شما بیشتر میکنه. مورد بعدی اینه که سرگرم بشید. ببینید خلاق باشید. این همه بازی‌های مختلف هستش که وجود داره. سعی کنید یه بازی رو که فکر میکنین هم خودتون و هم طرف مقابلتون دوست داره، اون رو بیاین دوتایی با همدیگه توی یک تایمی از روز، مثلا شب که از سر کار میاین، اون بازی رو با همدیگه انجام بدید. میتونه یه بازی خیلی ساده، منچ باشه، میتونه تخت نرد باشه، میتونه نمیدونم اسپامیل باشه. هر بازی که فکر میکنی توی شما شور و اشتیاق کودکانه ایجاد میکنه، هر بازی که بهش علاقه‌مند هستید. مورد بعدی چیه؟ اینه که تو کارهای شخصی همدیگه کمک کنید. ببینید مثلا خیلی چیزای ساده‌ایه ها، اما به شدت باعث ایجاد شور و اشتیاق توی رابطتون میشه. مثلا موهاتون رو بدین همسرتون براتون شونه کنه، یا اگر میخواین موهاتون رو ببافین بدین همسرتون براتون موهاتون رو ببافه. یا مثلا همسرتون داره ریشش رو میزنه، بهش کمک بکنید، مثلا پشت گردنش رو براش کمک کنید و با ماشین ریش تراش کارش رو انجام بدید. همین کارهای کوچولو کوچولو عشق در بین شما بیشتر میکنه. مورد بعدی اینه که به هم دیگه غذا بدید. مثلا یه غذایی که خب همسرتون دوست داره براش آماده بکنید، روی میز ناهارخوری یک شمع روشن بکنید، برای همدیگه لقمه بگیرید، قاشق تو دهن همدیگه بذارید. ببینید این کارها هم باعث ایجاد شوخی میشه، خنده رو در شما بیشتر میکنه و هم عشق و محبت رو بین شما بیشتر میکنه. مورد بعدی این که برای هم یادداشت‌های عاشقونه بذارید. مثلا همسرتون توی ماشین میخواد بره سر کار، یک برگه‌ای رو روی داشبورد یا روی شیشه ماشینش یا روی فرمون براش چیزی عاشقانه بنویسید و اونجا بذارید، یا لای کتابش بذارید، یا روی آینه بچسبونید. هر جا که فکر میکنید میتونه اون رو ببینه، یک یادداشت عاشقانه براش بذارید و اون لحظه رو تو ذهنتون تجسم کنید. وقتی که اون یادداشت رو میبینه، یک لبخندی روی لبش میاد و خوشحال میشه. همینها خیلی کمک کننده هستن، اما نکات خیلی ریزیان. مورد بعدی چیه؟ اینه که ارتباط چشمی با هم داشته باشید. ببینید بعضیا زمانی که توی خونه هستن دارن با هم دیگه صحبت میکنن، یکی داره ظرف میشوره، مثلا یکی سرش تو گوشیه، اینجوری با هم دیگه صحبت میکنن. ارتباط چشمی رو فراموش نکنید. همه کاراتون رو که کردین یه تایمی رو بذارید، رو در روی همدیگه بشینید و با همدیگه ارتباط چشمی داشته باشین، به همدیگه خیره بشین و چشم تو چشم با همدیگه صحبت بکنید. این خیلی تاثیرگذاره توی رابطه. یا یک تایمی رو بدون که اصلا حرفی بزنید، همینجوری محو تماشای همدیگه بشین. این باعث میشه که عشق در شما بیشتر بشه و بعد از اینکه انجامش میدی خودتون متوجه تاثیرش روی رابطتون میشین. مورد آخر اینه که
در روابط جنسیتون تنوع ایجاد بکنین. ببینین بعضی‌ها فکر میکنن که رابطه جنسی فقط برای رفع نیازه و صرفاً به خاطر اینکه نیازشون رفع بشه رابطه جنسی رو برقرار میکنن. اما رابطه جنسی باعث ایجاد صمیمیت بین شما و همسرتون میشه. پس سعی بکنید نذارین که این رابطه تکراری بشه. تنوع ایجاد کنید. فقط صرفاً به اتاق خواب ختمش نکنید. به هر شکلی که خودتون فکر میکنید به علایق همدیگه تو این زمینه احترام بذارید و در رابطه با این موضوع تنوع ایجاد کنید. نذارین که رابطه برای شما تکراری بشه و صرفاً برای رفع نیاز بشه. خب حالا بریم ببینیم حالا که رابطه تکراری شده و خسته کننده شده باید چیکار بکنیم. ببینین اول از همه اینو در نظر داشته باشید اینکه رابطتون تکراری شده نشونه ای نیستش که شما دیگه عاشق همدیگه نیستین یا همدیگه رو دوست ندارید. از این بابت ناراحت نباشین. شما یک فرد در نظر بگیرید که هر روز داره یک کار مشخصی انجام میده، سر یک کار مشخصی میره و میاد. خب مسلمه که بعد از یک مدتی نسبت به کارش سرد میشه و خسته میشه. رابطه هم همینه. اگر اون چاشنیایی که اول جلسه بهتون گفتم اونها رو به زندگیتون اضافه نکنین، مسلمه که رابطتون دچار تکرار و خسته کنندگی میشه. چند تا مورد در این رابطه نوشتم، اونها رو هم با هم مرور میکنیم. اولین موردی که هستش نکته خیلی خیلی مهم چیه؟ صحبت کردنه. ببینین معمولا تو یک رابطه یک نفر دقتش بیشتره، احساسات رو سریعتر درک میکنه و اون شخص متوجه میشه. خجالت نکشین، خیلی راحت بیاین با شریک عاطفیتون با همسرتون صحبت بکنین. اگر میبینی همسرت اقرار کرده به این موضوع که آره رابطه ما خسته کننده شده، خسته شدم از این همه تکرار، رابطه‌مون تکراری شده، بیاین باهاش صحبت کنین، با همدیگه بررسی کنین ببینید چی باعث شده که رابطه شما خسته کننده و تکراری بشه. موضوعات رو کنار همدیگه بذارید و به نتیجه برسید. و این رو در نظر داشته باشید خیلی از مواقع امکان داره که فرد اونقدر مسئولیتش توی زندگی زیاده و تایم زیادی از وقتش رو میذاره بابت کارش و بیشتر وقتش بابت کارشه. پس مثلا وقتی نمیمونه برای همسرش یا شریک عاطفیش بخواد بذاره، یا میبینی انقدر خسته کاره تایمی رو برای روابط جنسی نداره و مدام میگه من خستم، هیچ انرژی ندارم. میبینی رابطه جنسیشون در طول ماه به 1 یا 2 بار بیشتر ختم نمیشه. پس اینو در نظر داشته باشی که اولین و مهمترین چیز صحبت کردنه. مورد دوم چیه؟ اینه که بیاین با هم دیگه حالا که اتفاق افتاده هدفهای مشترکی رو ایجاد بکنید. مثلا یه هدفی رو در نظر بگیرید مثلا زبان خوندن. بیاین شروع کنید دوتایی با هم دیگه زبانتون رو تقویت کنید. یا مثلا اگر میخواین با همدیگه مهاجرت بکنین، بیاین برای مهاجرتتون تلاش بکنید. یک هدفی رو مشخص کنید که بین هر دو طرف مشترک باشه و اینو بدونید که وقتی که اتفاقات میفته این اتفاقات به خاطر عدم آگاهیه. اگر آگاهی باشه هیچ موقع اتفاق برای شما نمیفته. و مثلا بیاین با همدیگه ورزش بکنید. یک ورزش رو یا توی خونه یا بیرون از خونه، مثلا یه پیاده روی رو با هم دیگه شروع بکنید که یک هدفی پشتش باشه. مثلا در قبال اینکه میخواید یک وزنی رو کم بکنید. اینها خیلی به شما کمک میکنه، یک شور و انگیزه جدید در شما ایجاد میکنه که از این حالت رابطه بیاین بیرون. مورد بعدی چیه؟ اینه که بیاین با هم دیگه ماه عسل برید. انگار که دوباره رابطه رو شروع کرده، با هم دیگه ماه عسل بریم. ببینید بعضی میگن خب هزینه‌شو ندارم، هزینه‌ش خیلی زیاده. حتی شده یک شب با همدیگه برید یه جایی که خیلی دوست دارید. حتی شده یک هتل بگیرید. شب رو سعی کنید مثلا یک شبانه روز خارج از خونه اون زمانتون رو بگذرونید. این خیلی به شما کمک میکنه. مثلا بعضی میگن خب اگه یه روز باشه تا بخوام برم تا بخوام برگردم، مثلا اکثرا تو ایران میرن شمال. هیچ مشکلی نداره، شده از صبح زود بلند شین با هم دیگه راه بیفتین، یه تایمی رو اونجا باشی بعد تایمو دوباره برگردین. این تو شما شور اشتیاق ایجاد میکنه. مورد بعدی چیه؟ بیاین توی رابطتون هیجان ایجاد بکنید. مثلا چیکار بکنید؟ سعی کنید با همدیگه صبح زود از خواب بلند شید، اگه اهل ورزش هستی با همدیگه برین کوه یا مثلا با همدیگه برین جنگل. یک شب رو سعی کنید مثلا با ماشین بیرون بخوابید. یه سری کارایی بکنید که تو شما شور و اشتیاق ایجاد میکنه. این هم به شما خیلی کمک میکنه که اون رابطه از تکراری بودنش در بیاد. شاید بعضیا بگن که خب این مسئله خیلی کاربرد نداره، اما به شما قول میدم اگر این موضوعاتو حتی شده برای یک بار امتحانش کنین، نتیجه چشمگیرش رو خواهید دید. مورد بعدی چیه؟ اینه که بیاین چیزهای جدید رو تجربه بکنید. مثلا اگر همیشه آخر هفته میرین تو رستوران مثلا فلان، بیاین تغییرش بدید. این سری یه رستوران دیگه ای برید.
یا اگر همیشه تو فلان کافی شاپ میرین یه کافی شاپ دیگه برید، یا اگر همیشه غذا رو با هم دیگه مثلا تو فلان رستوران دارین سرو میکنین اونو عوضش کنین، یا توی خونه سعی کنید مثلا غذاهای جدید رو تجربه کنید، با هم دیگه بیاین آشپزی کنین. یک رسیپی رو از توی حالا اینستاگرام که پر شده از این کانال، از این پیج هایی که آموزش آشپزی میدن، یه غذایی رو انتخاب کنین، با همدیگه کنار همدیگه کمک کنین و با همون غذای جدید رو بپزین. این خیلی باعث شور و اشتیاق توی رابطه میشه. اینو حتما امتحانش بکنید. مورد بعدی چیه؟ ببینین یک تایمی رو بیاین خارج از دسترس باشین. در طول روز یه تایمی رو اختصاص بدین، یا در طول هفته اگر مثلا خیلی تلفنتون مهمه یک تایمی رو اختصاص بدین. در طول هفته گوشیاتون رو بذارین روی حالت پرواز یا خاموشش بکنید که اون تایم فقط و فقط برای خودت و همسرت باشه. و توی اون تایم سعی کنید لحظات عاشقانه‌ای رو با همدیگه سپری کنید بدون هیچ مزاحمت و هیچ گونه تلفن و تماس کاری یا از دیگران تماس بخواد برقرار بشه. مورد بعدی اینه که ببینید سعی کنید کمتر غرغر کنید. غرغر نکنید. غرغر کردن باعث ایجاد سردی توی رابطه میشه. خیلی ها هستن که مدام غرغر میکنن یا بدون که فکر بکنن یه سری حرفایی رو میزنن که نباید و توی سختی و مشکلات مدام دارن غر میزنن، مدام دارن شکایت میکنن که این موضوع باعث میشه که طرف مقابلت به خودش بگه خب شریک زندگی من یا پارتنر من هیچ درکی از مشکلات نداره، منو توی مشکلات درک نمیکنه و این باعث میشه که کم کم اون طرف اصلا میلی به صحبت کردن با شما نداشته باشه، چون شما مدام داری غر میزنی و اعتراض میکنی و شکایت میکنی. پس سعی کنین غرغر نکنین، چون به مرور زمان بین شما سردی ایجاد میکنه که طرف مقابل نسبت به شما کاملا سرد میشه. و اینو هم فراموش نکنید که احترام توی رابطه خیلی مهمه. بعضیا فکر میکنن که خب ما دیگه با هم دیگه خیلی صمیمی شدیم، حالا نیازه که سری شوخی‌ها با هم دیگه بکنیم، یه سری حرفا با هم بزنیم. اما اینو در نظر داشته باشید که بی احترامی کم کم توی رابطه سردی ایجاد میکنه. مورد بعدی اینه که ببینید بیاین 10 دقیقه از روز و وقت بذارین برای ارتباط با همدیگه. یعنی چی؟ بعضی میگه خب ما در طول روز انقدر با همدیگه در ارتباط هستیم، مدام داریم تلفنی صحبت میکنیم یا مثلا بعد کار که میام خونه با هم کنار همدیگه هستیم. اما ببینید یک تایمی رو بذارید برای اینکه از چیزهای دیگه صحبت بکنین. فقط از کار، رابطه، مثلا رابطه خانوادگی و مشکلات اینجور چیزا صحبت نکنین. یک تایمی رو بذارین شده 10 دقیقه وقتی که به هم دیگه میرسین توی روز وقت بذارین که راجب رویاهاتون، راجب اهدافتون، این که مثلا چه چیزایی منو ناراحت کرده، چه چیزایی منو خوشحال میکنه، راجب اینجور مسائل صحبت بکنید. این خیلی به شما کمک میکنه که رابطتون هم صمیمیتش بیشتر بشه و هم از اون حالت در بیاد. پس یک تایمی رو حتما اختصاص بدین برای اینکه جدا از حرفای همیشگی راجب خودتون صحبت بکنید و اهداف و آیندهتون صحبت بکنید. و مورد آخر اینه که ببینین توی رابطه سعی کنین که قدردان همدیگه باشین. اینو اجازه ندین که رابطه شما یه سری کارهایی که همیشه انجام میشه تکراری بشه، مثلا جزء وظایف بشه. اگر هر کاری که برای همدیگه میکنین تشکر کنین. مثلا اگه همسرتون همیشه خرید میکنه توی خونه، یه سری مایحتاجا میاره، سعی کنین بابت تک به تکشون تشکر بکنید. نگین که خب این دیگه وظیفه است دیگه باید بیاره، اما همین تشکر کردن، همین که همیشه ازش قدردان باشی، مرسی که مثلا تو فلان شرایط کنار من هستی، همینها عشق در بین شما بیشتر و بیشتر میکنه که خیلی باید به هم دیگه این موضوع رو تاکید بکنی که تشکر کردن خیلی کمک کننده است. و این در نظر داشته باشه اگر مثلا همیشه با هم دیگه رستوران میرید یا با هم دیگه بیرون میرید، یا در نظر داشته باشید که بعد از مثلا با هم دیگه رفتین رستوران، خب غذا رو خوردین، بلند شدین اومدین، خب دیگه وظیفه‌شه بعد حساب بکنه، حالا پول پرداخت بکنه. بعضی اینجوری میگن، اما بابت همون پولی که توی رستوران میده، بابت همون پولی که فرق نمیکنه یا خانم پرداخت میکنه یا آقا پرداخت میکنه، بابت اون چایی که با هم بیرون میخورین تشکر بکنین. تشکر کردن و قدردان بودن بسیار توی روابط کمک کننده است. ببینین عزیزان، من سعی کردم یه سری نکات کلیدی رو بهتون بگم که امیدوارم براتون واقعا کاربردی باشه. اگر توی این زندگیتون با همچین مشکلی مواجه هستین، این نکاتی که گفتم رو رعایت بکنین. اصلا اجازه ندین که رابطتون تکراری بشه و اگر خدای نکرده رابطه تکراری شده، این نکات رو مرور کنی و انجامش بدین. مطمئن باشین شاید حالا توی هفته اول همچین اتفاقی خیلی خاصی نیفته، اما اگر واقعا از صمیم قلب انجام بدین، حتی با یک بار امتحان کردنش، با یک بار انجام دادنش، ببینی که طرف مقابل عوض شده و خودت عوض شدی، رابطتون پر از عشق، شور و هیجان شده.
امیدوارم که ویدیو به درتون خورده باشه. اگر ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید و اگر بار اولی است که تو کانال اومدید کانال منو سابسکرایب کنید. و اگر فکر میکنین موضوعی هستش که دوست دارین در رابطه باهاش صحبت بشه، اگر تعداد نفرات بیشتر باشه قطعا توی ویدیوی بعدی در رابطه با اون موضوع صحبت خواهیم کرد. خیلی خیلی مراقب خودتون باشین، اینو بدونید که دوستتون دارم. منتظر ویدیوهای بعدی من باشین. خدا نگهدار.